در دنیای دیجیتال امروز مفاهیمی همچون وبسایت و پورتال ممکنه برای کاربران تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها پیچیده به نظر برسه. در این مقاله نه تنها به معرفی این دو مفهوم پرداختیم، بلکه سعی کردیم تفاوت‌ها و ارتباطات بین آنها را نیز بررسی کنیم. وبسایت و پورتال اصطلاحاتی متفاوتی هستند که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای منحصر به فرد خود را دارند. وبسایت مجموعه از صفحات وب مختلفه که توسط یک سازمان یا یک فرد مدیریت میشه. از طرف دیگه پورتال ها خدمات متنوعی رو یکجا فراهم میسازه. میتوان گفت که وبسایت به عنوان یک مجموعه اطلاعات ثابت و فعالیت‌های محدود توصیف میشه، در حالی که پورتال دارای طیف گسترده‌تری از خدمات و امکاناته. پورتال ها همیشه به عنوان یک راهکار کاربر محور شناخته میشن. این به این معناست که پورتال قابلیت ارتباط فعال با کاربران را قادر می‌سازد تا اطلاعات را ارائه دهند، داده‌ها را مشاهده کنند و خدمات مختلف بهره‌مند شوند. در کل هر دو وبسایت و پورتال از یک رابطه کاربری مبتنی بر وب تشکیل شدند، اما تفاوت‌های مهمی در محتوا و امکانات آنها وجود دارد. وبسایت‌ها معمولاً به راحتی توسط هر کاربری از طریق یک آدرس قابل دسترسه. در مقایسه با پورتال، وبسایت محتواش معمولاً به صورت عمومی برای همه کاربران در سطح جهانی قابل مشاهده است و بدون نیاز به ورود به سیستم، کاربران میتونن کارهای مختلفی انجام دهند. جالبه بدونید نخستین وبسایت در سال 1990 توسط تیم برنرز-لی ایجاد شد و در سال 1993 اعلام شد که همه میتونن به صورت رایگان از وب جهانی استفاده کنند. وبسایت ها دارای تنوع بسیار زیادی هستند، از جمله سایت‌های آموزشی، خبری، انجمن‌ها و رسانه‌های اجتماعی. حالا که با ماهیت کلی یک وبسایت آشنا شدیم، نوبت به پورتال میرسه. میشه گفت پورتال ها به یک سیستم مدیریت داده اشاره دارند که به شرکت ها و سازمان ها امکان ساخت، اشتراک گذاری، تبادل و استفاده مجدد از داده ها را فراهم میسازه. این سیستم به صورت یک صفحه خصوصی در فضای وب قرار داره که دسترسی به آنها نیز نیاز به نام کاربری و رمز عبور داره. پورتال ها محتوای محرمانه و محافظت شده ای را به کاربران ارائه میدن و این اطلاعات تنها به کاربران تعیین شده نمایش داده میشه. همچنین رابطه کاربری پورتال ها میتونه عمومی یا خصوصی باشن. مفهوم اساسی پورتال رو میشه گفت دسترسی شخصی به اون فضاه که بر اساس نقش کاربران تعریف میشه. محتوای پویا و قابل تغییر پورتال ها امکان ارائه داده های مختص به اعضای گروه را فراهم میسازه. پورتال ها امروزه در دسته‌بندی های مختلفی وجود دارند که هر کدام وظایف خاص خود را دارند. عنوان مثال پورتال های بیمار و درمانی، پورتال های تجاری، پورتال های دانشجویی و پورتال های دولتی. از طرفی مزیت‌هایی که یک پورتال به همراه داره رو میشه به ایجاد تصویری مثبت از برند، دسترسی آسان از هر کجا، تقویت ارتباطات و تجربه کاربری استثنایی اشاره کرد. برای آشنایی بیشتر با مطالب ذکر شده شما را دعوت به خواندن این مقاله می‌کنیم.